من این ویدیو رو میگیرم برای شفاف سازی از تظاهرات امروز 11 فوریه در شهر لس آنجلس که گروه الی پروتست پروموت کردن نزدیک یک ماه با این ادعا که این تظاهرات قرار برای ایران باشه، همچون تظاهرات گذشته در راستای اهداف مشترک همه افراد و گروه ها برای مردم ایران که ما ازشون حمایت میکنیم برای اینکه غرب صدای ما رو بشنوه. یک ماه دارن براش تبلیغ میکنن. آدم ها از سراسر آمریکا در این تظاهرات امروز قرار بوده شرکت بکنن. اولا یه جمعیتی با مقایسه که میکنن با 1 اکتبر که اگه 30,000 نفر بودن، این جمعیت امروز هم 35,000 نفر، حالا 5,000 نفر بالا پایین، یه این عدد 80,000 نفر والا ما اونجا امروز حضور داشتیم. عدد عجیب غریبه، دروغیه. شماره 2، این تظاهرات قرار بوده برای ایران باشه. از ساعت 12 تا 2 الی پروتست استیجی آماده کردن، 2 ساعت متداوم. تریبون دست سلطنت طلب ها بوده. شعارهایی که شعارهای مخصوص این گروه هم مثل مرگ میهن آبادی، جاوید شاه، رضا شاه روحت شاد، نان استاپ داده شده. افراد معلوم الحالی که تا دیروز بازیگر رژیم بودن، هنوز فیلم سقوط آقای حمید فرخ نژاد رو پرده جمهوری اسلامی به عنوان یه سپاهی که دختر کرد رو از دست داعش نجات میده. و این آدمای معلوم الحالی که تا دیروز سبز بودن، بنفش بودن، امروز یهو شدن سلطنت طلب. به همه این آدم‌ها تریبون داده شد. 2 ساعت تمام در گوش ما شعارهای سلطنت طلبانه داده شد. به شعور من توهین شده. بنده 2 ساعت و نیم درایو کردم به امید اینکه میام برای حمایت از مردم ایران. آدم ها از کانادا، از شمال کالیفرنیا، حتی از استیت های دیگه شاید بلیط هواپیما خریدن و گروه الی پروتست خدعه عمام رو مثل سال 57 انجام دادن. و این اتوبوس مجانی که آقای پهلوی فرمودن اتوبوسی بود که ما همه سوار شدیم که برای ایرانه و این وسط راننده